شرکت روسی گازپروم اینترنشنال کارهای اکتشاف گاز در میدان سریقمیش واقع در غرب دوشنبه را قطع کرده است. این شرکت 10 روز پیش به حکومت تاجیکستان درباره قطع کارهای پرمگری مکتوب ارسال کرده است. مراد خال سردار سریداره گیالوگی نزد حکومت تاجیکستان 9 فوریه در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد، اما گفت شرکت گازپروم تا حال دلیل قطع کردن کار خود را با آنها شرح نداده است. وی گفت شعبهش قطع میگیم شهر متیه و ایش دیگه خیلی شهر متیه، لیکن رسما همون فقط خودشون میتوانن شهر دادن. کل وکالت شهر دادن داریمون، لیکن اخبارات نداریمون. یک منبع آگاهی رادیو آزادی گفت در مکتوب گازپروم به حکومت تاجیکستان آمده است که این شرکت به طور موقت کارها را قطع کرده است، ولی صنایع دوباره از سر گرفتن کارها را درج نکرده است. صابر وزیرов کارشناسی مسائل اقتصادی میگوید پایین رفتن نرخ نفت کار این شرکت در تاجیکستان را مشکل کرده است. اون کارها از نقطه نظر ثمرانو که اون وقت زامده می شود که خب نرخ نفت واقعا باید که از $75 حساب میانه زیادتر باشد و اون کشگویی که هست تقریبا 2 سال نیم بعد تا $75 نرخ نفت نمی رسد و این معنای اون را دارد که برای هر کارخانه هایی که به استحصال نفت مشغول می شوند اونها با کارهای اکتشافی مشغول شدنشون ثمرانوک نیست. اما فردوس پولادی اقتصاددان دیگری تاجیک میگوید قبلا شرکت گازپروم با چنین یک بهانه کارهای اکتشافی در میدان آلیمتای ناحیه دنقره را نیز قطع کرده بود. وی افزود اکنون کانونهای نفت تاجیکستان برای ما لازم نمیشه، برای که استفاده نکنه کانونهای نفت ما اونقدر یعنی که کانونهای کلان هستن که برای صادرکنی به دیگر دولت‌ها شود، یعنی که استفاده برای جمهوری تاجیکستان میشه، یعنی که جمهوری تاجیکستان میتونه که اینا را برای خود استفاده برد، لیکن برای همچون استفاده و صادرات کنن و اکنون قدر بسیار نداریم. لیکن باید منفعتی که اون خواهند که در جمهوری تاجیکستان همین رو برای مونده شود این نمیخواهند. آخری سال گذشته برخی رسانه‌ها خبر نشر کردند که گازپروم اینترنشنال فعالیتش را در تاجیکستان قطع کرده است، اما بعداً مسئولان این شرکت این خبر را رد کردند. فعالیت شرکت گازپروم اینترنشنال در تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2008 شروع شده و برای انجام کارهای گئولوژی و جستجویی در میدان بیش از 17,000 گکتار در منطقه سریقمیش ناحیه شهرنو مجوز دریافت کرد. بر اساس حساب‌های پیشکی ذخیره کنی سریقمیش 18 میلیارد متر مکعب گاز و 17 میلیون تن نفت را تشکیل می‌دهد.